به چیزایی داره که کارهایی داره که ما انجام میدیم. ما خیلی باید بدویم. ما من هر دفعه یاد اون توافق پکن بین ما و عربستان میفتم واقعا مکدرم از اون اتفاق، اینکه چقدر به ما منافع ملی ما ضربه زد. کار غلطی بود، خیلی کار غلطی بود و دست ما رو خیلی جاها بست. حالا نمیخوام وارد روزه اون مسئله بشم، فقط میخوام بگم خیلی از کتکایی که داریم ما میخوریم از اون تنش. به ظاهرا خب معلومه هر تنش زدایی مثلا به نظر ظاهرش خوبه، ولی چون متناسب نبود داده ها و ستانده ها، عربستان به سرعت رفت به سمت آتش سازی و خلاف محاسبات اون آقایونی که این پروپوزال رو کشور رو چیز کردن بردن و اتفاقاتی افتاد که بعد از اون 7 اکتبر هم حتی من ساید افکت های اون اتفاق میدم. چون 7 اکتبر خدای بایدن گفت که میدونید چرا حماس حمله کرد؟ چون میگفت من 2 هفته با عادی سازی فاصله داشتم. من با سعودی هم میخواستم بشینم، سعودی میخواست به رسمیت بشناسه، من عباسم به شدت امتیاز داده بود تو مسائل ارزی و حماس این کارو کرد که این قضیه. حالا یه روایتی که آقای بایدن تعریف میکنه تا حدی من موافقم، یعنی 7 اکتبر هم از این اتفاق، اما یه چیز از این عادی سازی به هر حال ما اشتباه کردیم، این شده. به هر حال معادلات منطقه داریم به سمت این تشکیل یک ائتلاف منطقه‌ای با شدت و ضعف علیه ایران محتمل است، مخصوصا اگر معامله عادی سازی اتفاق بیفته و اسرائیل یعنی یه چیز شبیه ناتو تو منطقه. نه ناتو نه با اون دوز شدت بالا. البته میگم اگر معامله عادی سازی شکل بگیره، سعودی میره زیر چتر دفاع اتمی واشنگتن که در سنا باید تصویبشو بگیره که تقریبا قبل از 7 اکتبر هم کارا شده بود، یعنی سنا تقریبا اوکی داده بود. حتی پروگرسیوای حزب دموکرات هم که سر قضیه خاشقچی خیلی عصبانی